بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، چه خیلی که گفته گذاشتم در اعلان درس. امروز درسمان درباره فضیلت با حیا بودن، چقدر بالا بودن و برتری داشتن این اخلاق اسلامی، این اخلاقی که اگرچه فقیر و بیچیز باشی، اگرچه چهره زشت داشته باشی، اگرچه سیاه پوست و از دیگران ظاهرا فرق داشته باشی، اگر صاحب حیا باشی، با این اخلاق باشی، خواه و ناخواه در قلب مردم، در ضمیر مردم جای میشوی. درباره این موضوع صحبت میکنیم و پیش از اینکه درباره حیا صحبت کنیم، چه خیلی که امروز با پهن شدن این همه نوار و این همه این طرف و آن طرف عکس گرفتن ها میدانید که در یک عصر یا در یک زمانی بی‌حیایی وجود داره. یعنی زمانی رو من و شما پس سر میکنیم که انسان های با حیا حتی از حیای خود خجالت میشوند. انسان های بی‌حیا باشد، انسان های بی‌شرم باشد، بی‌شرمی خود را در بین مردم اعلان میکنند و یگان جایی شرم هم ندارند و از این حتی میفخرند و گویا بی‌حیایی این یک مدرن یا گفتیم پیشروی باشد. انسانی که بی‌حیا هست گویا انسان زمانوی باشد که به انسان‌های با حیایی که با لباس پر از شرم و حیا یا گفتیم با کردار و گفتاری با حیاانه میگردند، با یک نظری پس نگاه میکنند و عجب زمانی هست، زمانی انسان‌های بی‌حیا که خداوند ثابت بدارد ما در این اخلاق اسلامی، در این حیای خود بمانیم. درباره حیا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرد از حد شرمگینی برادرش شکایت میکند، پیامبر میگویند الحیاء لا یأتی بخیر، یا اینکه دعه فإن الحیاء من الایمان. پیامبر میگن کاردا نشو، بگذار با حیا باشد، بگذار شرمگین باشد. از انسان‌های با حیا یا آنهایی که صاحب حیا هستند به جز خیر چیز دیگر نمی آید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با حیا بودن یک نفر را گفتن این پر از خیر است. ولی یک چیز را باید فرق کرد که ما حیا داریم و خجل یا خجالت شدن داریم. معنای حیا این است که هر چیزی که گناه است، هر چیزی که از اخلاق پست است، تو اون رو ترک میکنی. حیای تو نمیگذارد و این اخلاقی که در قلب تو نهفته است اجازه نمیدهد تو به بد اخلاقی دست بزنی و به گناه دست بزنی. اما خجالتی یا خجل میگویند با زبان عربی، حق خود را گرفته نمیتوانی. انسانی خجالتی چیزی که باید بگوید گفته نمیتواند، حقش را طلب کرده نمیتواند و همیشه خود را از دیگران پایان میداند. یعنی اعتماد به نفسش، اعتماد به شخصیتش اینقدر ضعیف است که گمان میکند همیشه او را مردم به مسخره میگیرند و او از دیگران خیلی پایان تر است و نباید زبان به سخن کشاید. و خجالت بودن یا انسان‌های خجالتی خیلی در دنیا شانس های خود را از دست می دهند. برای همین آیا شما حیا دارید یا خجالت دارید، باید فرق کنید. حق خود را گرفتن، جایی که تو باید بگویی گفتن و اصل خودت را در نزد کسی بیچاره و سرخم نگرفتن، اینها همش از حیا هست، اینها همش از شخصیت است. اما میگوید من حق خود را گرفتن نمیتوانم، جایی که باید بگویم گفتن نمیتوانم، من حیا میکنم. این حیا نیست، این ضعیفی شخصیت است که باید از بین برده شود. اما گفتیم خود حیا یکی از صفتهای پروردگار با حیا بودن است که در ما حدیث در صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پروردگار شما حیی و کریم است، یعنی با شرم، با کریم است. یستحیی من عبده ان یرفع الیه یدیه فیردهما صفرا او خائبتین. حدیث در سنن ابن ماجه است که میگویند وقتی شما دست به سوی پروردگار میبرارید و میگوید خدایا من به این و به آن نیاز دارم، نیازهای خود را به پروردگار با دستان خالی و برداشته که این
نهایت ذلت است نزد الله دراز میکنید، شرم حیا اجازه نمیدهد که دست شما خواب خالی برگردد، صفر، یعنی به هیچ چیز برگردد. حتما دست شما را اگر به آن خواسته عطا نباشد هم با خیر دیگری پر میکند، چون الله دستهای به سویش درازگشته را شرم میکند که خالی برگرداند. پس صفت با حیا بودن از صفتهای رب العالمین هم هست که همان گونه‌ای که لایق ذاتش هست او شرم دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگویند هر یک دین، آن هم در سنن ابن ماجه است، خلق خودش را دارد، اخلاق خودش را دارد. اخلاق دین ما باشد، اخلاق اسلام باشد، حیا هست و حیا شاخه از شاخه های ایمان است. هر کسی که حیایی پست دارد ایمانی پست هم دارد. و در حدیث دیگر ابو سعید خدری میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی با حیا بودند. حدیث در بخاری مسلم است. تا اندازه با حیا بودند که دخترکان باکره چگونه که خیلی با حیا هستند و خیلی شرم دارند، از آنها هم با شرمتر بودن و اگر چیزی را بد بینن یا از چیز حیا کردن از چهرهشون دیده میشد صلی الله علیه و سلم. و گفتم معنای اساسی حیا یا شرم و حیا دور بودن از گناه و از آلودگی ها می باشد و می توانیم بگوییم بالاترین نمود شرم این شرم از پروردگار یگانه است که وقتی تو به گناه دست میزنی باید به یاد بیاوری که در بالا الله تو را نگاه کرده ایستاده است و همان لحظه هایی که تو گمان میکنی کسی در نزد من نیست او رقیب است. پس از الله شرم دار و به چیزی دست نباید زد. و اینجا میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به سعید ابن یزید ازدی وصیت میکنند. میگویند همان گونه که از یک مرد صالح، از یک مرد که یا از یک نفری که در قوم تو خیلی با آبرو هست شرم میکنی، از الله هم این گونه شرم دار. و اگر به معنای حدیث دقت کنیم خواهران عزیز، مویان یگان نفری که خیلی احترامش میکنیم، مثلا استاد خود یا یگان نفری که در دهه یا در محله یا در عائله امون خیلی با آبرو هست، در نزد او حتی از سخن کردن شرم میکنیم، چهرهمون سرخ میشود، به نشستن خود اهمیت میدهیم، به نوشیدن و خوردن خود اهمیت میدهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند همین گونه از الله شرم دار. یعنی در همه حرکت هایت بدان که پروردگار از آن آگاه هست و از او شرم بدار. و حیای دیگر این حیا از خود ما هست، یعنی انسان باید از خودش هم شرم بدارد. برای آن که بعضا خود از خود می نشینیم یک فکرهای از ذهن ما می گذرد، بعضا حتی یک نیتهای خیلی بی‌زیب است که حتی یعنی اگر کسی نبیند هم از خودت شرم دار که چگونه میتوانی این فکرها را از سر گذرانی. و حیای دیگر حیا از مردم می باشد که در آثاری که از علما بود میگن هر کسی که از مردم شرم نمی کند و از الله هم شرم نمی کند. باید انسان از مردم هم شرم داشته باشد در مسئله دروغ گفتن، به امانت خیانت کردن و در مسئله به آنها ظلم کردن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی درباره حیا صحبت میکنند که پیامبر میگویند شمایان خیلی به خود حیا را یا این صفت را از آن خود کنید. و وقتی که به پیامبر گفته می شود که نه مایان در حقیقت شرم و حیا داریم، الحمدلله، پیامبر میگن نه، شرم و حیا آن نیست. شرم و حیا این است که تو از الله در حقیقت شرم داشته باشی و عقل خود را، ذهن خود را از چیزهایی که لایق نیست و نباید فکر کنی پاک کنی. یعنی حتی در مسئله فکر کردن که از ذهن تو چی میگذرد از الله شرم داشته باش و راه نده که هر چیز همچون فکر از سر تو بگذرد. دوم، شکم خود را
از الله شرم کن و شکم خود را از هر چیزی که میخواهد من کن. یعنی هر چی میخواهم میخورم نه، از الله شرم کن و بالای شکم خود یا نفس بطن خود مسلط باش. دیگر مرگ را و بلاها را زیاد به یاد آور. این هم شرم از الله هست که بگویی من از اینجا رفتنی هستم. و میگویند هر کسی که آخرت را میخواهد زینت دنیا را ترک میکند. اینقدر برای دنیا نمی جنگد، اینقدر برای دنیا حریص نیست. و هر کسی که گفت من از اهل دنیا نیستم، مدتی بودن من در این دنیا یک سفری کوتاه هست که دیگر دارد به پایان میرسد، او در حقیقت از الله شرم کرده است. یعنی شرم اساسی از الله این است که تو هم ذهن خود را، هم قلب خود را، هم نیتهای خود را پاکیزه کنی. چیزی به یادت می آید درباره اون چقدر فکر نکن. و سبحان الله الان در دستمان تلفن، در اینترنت بعضا نوارهای میگذرد، خیر یک بار بینم در آنجا نوشته شده است یک جمله خیلی فحشا، یا در آنجا عکس یگان بی‌حیا رو گذاشتن، باز هم میگیم خیر یک بار ببینم. اصلا به یادمون نمیزند که الله الان در نزد ما هست. الله دیده ایستاده است که ما چیکار داریم. یعنی در مسئله ذهن و فکر یک طرف استاد، الان حتی در مسئله دیدن یا گفتن ما فراموش کردیم که اینها همه از بی‌حیایی است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگویند از سخنهای تمام پیامبران پیش از گذشته این است: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا تستحی، اگر تو شرم نمی کنی چی کار خواهی بکن. اگر تو شرم نمی کنی چی کار خواهی بکن. پس هر کسی که حیا دارد هر چی خواهد نمی کند. و آنهایی که دلم خواست و دلم کشید گویان به این و به آن مکروهات و یا گناه دست میزنند، حیا ندارند. و ابو حاتم میگویند انسان عاقل میگویند همیشه حیا را برای خود همچون یک دوست نزدیک به خود میگیرد. و حیا خودش اصلی با عقلی است. آنی که حیا ندارد به جز جهل چیز دیگری را به او منسوب نکنید. یعنی هرگاهی که انسان جهل و نادانیش، بی‌سوادی و حماقتش به اوج اعلا رسید، بی‌حیایی او هم زیاد می شود. هرگاهی که عقل انسان کمال یافت، او حیاش زیاد می شود. از انسان بی‌حیا اصلا شما عقل جویا نشوید. یعنی انسان هایی که در گفتن و در کردن و در زندگی به بی‌حیایی دست میزنند بی عقل هستند و خلاص. یعنی انسان های جاهل هستند. در دوامش شعر یکی از شاعران را می آرند که به طالب علمان رابطه دارد و برای همه میگویند اصلا یک نفری که این 4 صفت را نداشته باشد طالب علم نگو. اگرچه علم داشته باشد او جاهل است. اگرچه علم داشته باشد، کسی که این 4 خصلت را ندارد او جاهل است. اولا صفتی که او داشته باشد و میگویی این انسانی عاقل است، این تقوا است که تقوایش برای جمع خیرات دنیا برای آخرت به او کمک میکند. دویمش حیا است، چون طبیعت انسان برای حیا همیشه جلب شده است. انسان حیا را دوست می دارد. انسانی با علمی که حیا ندارد، زبان خود را، دست و پای خود را، حرکت های خود را نمی تواند زیر کنترل خود گیرد، او جاهل است. سومش حلم است. حلم یعنی گذشت کردن. به هر یک جاهل انسانی عاقل برابر نمی شود. و چهارمش جود، یعنی سخاوتمندی و کمک کردن به دیگران. در دوامش می گویند از عبدالله ابن مسعود میگویند این سخن را آوردند که مادری تمامی بدی ها این فحش است. یعنی بدزبانی مادر همه بدی هاست. آنی که فحشگوی و بدزبان است، از او همه چیز را میتوانی انتظار شوی. دروغ است که میگویند نه دهانش بد است و خودش انسانی خوب است. دروغ است. انسانی که خوب است دهانش هم همیشه با گفتن خوبی ها مشغول است. در دوامش میگویند بدانید که
شرم داشتن از الله این فرض است. برای هر مؤمن در وقت گناه کردن شرم داشتن از الله، خدایا به خاطر شرم از تو من از این دست میکشم گفتن، این برای تو فرض است. اما شرم کردن از مردم بالاترین فضیلت است. وقتی تو برای به مکروهات یا گناه دست زدن از مردم شرم داری، این یعنی فضیلت یا گفتیم اخلاق بالای تو می باشد. و در دوامش میگویند ابوبکر صدیق باره به مردم خطبه میخوانند و میگویند ای مردم از الله بترسید. قسم به الله از روزی که من با پیامبر بیعت کردم حتی وقت به حاجت خانه میروم با لباسم چهره خود را محکم میکنم. یعنی حتی در حاجت خانه که به حاجت خانه در آمدن فطرت انسان است، من از این هم از الله شرم میکنم. در دوامش میگویند حیا از ایمان است و انسان مؤمن داخل جنت می شود. به حیاگی باشد از جفا هست، از گناه هست و او را به آتش می برد. و هر کسی که با حیا بودن را در از گناه دور شدن به مردم اذیت نرسانیدن را برای خود کسب کرد، او تمامی سببهای خیر را برای خود گرفته است. و هر کسی که بی‌حیایی را برای خود همچون تب یا گفتیم خاراکتر گرفت، بدانید که از دست او همه چیز می آید. و انسانی عاقل را با حیاش بشناسید. در دوامش میگویند برای هر یک انسانی عاقل واجب است که نفس خود را به با حیا بودن عادت کناند و این بالاترین درجه اخلاق و درجه عقل است. وقتی تو خود را به حیا عادت کنانیدی، حیا تو نمی گذارد. او پاسبانی میکند که تو به گناه دست نزنی. هر چیزی که مذموم است، هر چیزی که خجالت آور است، شرم آور است، تو از آن دست میکشی. و بی حیایی سبحان الله در نزد همسر، در نزد پدر و مادر، در نزد فرزند چیزی دیگر بود. الان در نزد عام، در نزد تمام مردم از بی‌حیایی خود شرم نداشته نقل میکنن، حتی نوار میکنن. اونها که گفتیم یک انسانهای بد اخلاق، لشکران شیطان، من غم میخورم یا حسرت میخورم برای بینندگان. آنهایی که تماشا میکنید انسانهای بی‌حیا رو، فیلم هایی که در آنجا بجز فحش و بی‌حیاگی چیزی دیگری نیست و آن هم همراه همسر خود، همراه خویش و تبار خود. و از کجا یک کودک، یک دخترک میتواند حیا رو آموزد؟ وقتی مادر او می نشیند رو بروی اکران چیزهایی رو تماشا میکند که نباید یک مادر به خاطر شرم از کودکش به آن نظر کند. و در دوامش میگویند انسان وقتی که حیاش زیاد شد بدیهای او گورانیده می شود و انسانی با حیا یک سرور یا گفتیم یک خوشحالی درونی دارد. انسانهای با حیا از خود راضی هستند و آنها وقتی که تو از خود راضی هستی یک خوشحالی درونی داری، به دیگران ضررت نمی رسد. و برعکس این آنهایی که حیا ندارند خود از خود از درون یک غم آنها را احاطه می کند و وقت غم آنها را احاطه کرده است غم خود را در اذیت مردم بیرون می کنند و با اذیت کردن مردم و با غم خوردن عقلشان کم می شود. و بدانید که وقتی عقل انسان کم شد دیگر در دنیا برای چه مانده است؟ یعنی یک انسان مثل دیوانه می شود. برای اینکه یک آرامش پیدا کرده باشی، از خود راضی باشی، در قلبت خوشحالی باشد که اون را نه فقر و نه زندان و نه تهمت و نه غریبی اون را نابود کرده می تواند، حیا را باید برای خود همچون خصلت دائمی قلبت نگه داری. چیزی را می خواهی بگویی، فکر کن که آیا بی‌حیاگی هست یا نیست. و سبحان الله حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگویند آیا درها را میپوشید و با همسر خود نزدیک میشوید، به کسی میگویید؟ مردها چیزی نمیگویند.
و وقتی از زنها میپرسن یکی از زنها میگوید آره زنهایی هستند که هر خلوتی که با شوهرشان شد به دیگران میگویند. پیامبر میگویند وای این مثل همون شیطان هایی هست که بی شرم و حیا به همدیگر نزدیک میشوند و آشکارا به فحش دست میزنند و دیگران آنها را میبینند. و نقل کردن بعضی از محرمیت ها، نقل کردن بعضی از چیزهایی که خجالت آور است، شرم آور است به دیگران، خو مسئله های تو و همسرت باشد، خو مسئله های کسی دیگری با همسرش باشد، خو کارهای باشد که آن گناه است، اینو همش بی‌حیاگی است. و ببینید که مردم چه خیلی گفتم از بی‌حیاگی خود امروز فخر میکنند و انسانهای با حیا حیای خود را کمبودی میدانند. نه، پیامبر گفتن الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا بجز خیر چیز دیگری را به بار نمی آورد. انسانی که حیا ندارد او فقط از گوشت و از استخوان و از خون عبارت است، او چیز دیگری نیست، یک بدن مرده هست، یک جانوری هست که از حیوان فرق نمی کند. اما انسانی که حیا دارد اگرچه فقیر باشد، اگرچه چه خیلی گفتم در بین مردم با یگان صفتهای ظاهری مانند قدش یا چهرهش یا چیز دیگر کمبودی داشته باشد، حیای او را تاج سر مردم میکند. پس در این عصر بی‌حیایی، در این زمانی که انسانهای بی شرم و حیا خود را خیلی پیشرفته، خیلی زمانوی میدانند، انسانهای با حیا باید با حیای خود افتخار کنید. به فرزند خود باید نشان دهیم که از الله حیا داشته باش، از پدر و مادر حیا داشته باش، نشستن تو، صحبت کردن تو، راه رفتن تو، نگاه های تو پر از حیا باشد. اصلا گمان نکن که بی‌حیایی این عقب ماندگی است، بی‌حیایی عصر پیشینه است. چرا این مردم اینقدر عقب ماندن گویان به زنهای با حیای سطردار طعنه میزنند؟ یک زنی لوچه که از حیوان فرق ندارد، که حیوان لباس ندارد، این زمانوی هست. سبحان الله، این زمانوی هست و این پیشروی است. نه، با حیا باید با حیای خود بفخرد و در این زمانی بی‌حیاگی چشم خود را، گوش خود را، علل خصوص زبان خود را، تلفن خود را نگه دارید. نگذارید در تلفن شما نوارهای پر از فحشا و پر از نوارهای عشق و عاشقی و معشوقه بازی و پر از غیبت‌های بلاگرهای سفسطه باز باشد یا سفسطه گوی باشد. از الله باید حیا کرد، از نفس خود حیا کرد، از اطرافیان حیا کرد. آنی که حیاش زیاد است قدر او بالا هست، اگرچه تمام مردم او را پست شمارند یا اگرچه مردم گمان کنند که این عقب مانده است. خداوند این صفتش را که از صفت خداوند کریم است که او حیا میکند از دستهای خالی ما را برگردانیدن، برای من و شما، برای فرزندانمان نصیب کند. خودمان با حیا باشیم تا فرزندانمان از من و شما حیا را بیاموزند.